الگو برداری میکنیم از منزل رسول الله صلی الله علیه و سلم، اون منزل محکم، اون منزل قشنگ و زیبا از بیرون و داخل، نه اون منزلی که از بیرون قشنگ مثل یک کادو. زندگی مثل یک کادو میمونه. انسان توقع داشته باشه بیاد ازدواج بکنه، این کادو، این هدیه خداوندی، این توفیق الهی از بیرون زیبا قشنگ، ولی از داخل یک کادوی خالی، هیچی توش نباشه. چه زندگیه؟ خوشه به نظر شما؟ محکمه؟ زندگی باید از بیرون و داخل خوشگل و زیبا باشه، قشنگ باشه، نه اینکه کادو از بیرونش قشنگ باشه ولی از داخل خراب باشه یا چی توش نباشه. زندگی باید زیبا باشه، حالا چه میخواد مرد باشه چه میخواد زن باشه. باید اهمیت بدن به ظاهرشون، مظهرشون، از اون چیزهایی که شرع توصیه کرده، از مسواک زدن، از نماز خوندن توی منزل، و اون زن به تمیزی خونه، به پاکی خونه اهمیت بده، به بچه‌هاش اهمیت بده، به تربیت بچه‌هاش. زندگی فقط ظاهر نیست، معناست. یعنی اینو میخوام بگم، این زندگی محکمیه، این زندگی پایداریه که ما دنبالش هستیم. زندگی با اساس قوی مستحکم که نتونه نه شیطان خرابش بکنه، اون شیطانی که عرشش روی آب گذاشته و اطرافیانش رو صدا میزنه فلانی چه کار کردی و فلانی چه کار کردی، فلانی میگه فلان کارو کردم و فلانی میگه فلان کارو کردم. یکی از اونها میگه که من بین زن و شوهری را تفرقه انداختم، اختلاف انداختم. میاد اون ابلیس بلند میشه او رو در آغوش میگیره، میگه تو بهترین کارو کردی. شیطان حریصه بر اینکه با نزغاتش وساوسش بین زن و شوهر تفرقه بندازه، پایه و اساس منزل را خراب بکنه. شرع اومده بهمون آداب زندگی رو یاد داده تا اینکه پایه زندگی قوی بشه، مستحکم بشه، شالدش از همون ابتداش قوی بشه. یک سری حقوق گذاشته بر شوهر، یک سری حقوق گذاشته بر زن که اون زندگی پایدار بشه. یعنی اون چیزی که شرع گفته درست سنگینه ولی به مصلحت ما خودمونه. اگر شرع گفته که ما نماز صبح بلند بشیم بیاییم مسجد، اون به مصلحت ما خودمونه. اگر گفته حجاب بپوشیم، زنها حجاب بپوشن، به مصلحت خودشونه. هیچ وقت خداوند امری، فرمایشی، دستوری نداشته مگر به مصلحت خود بشر و خود انسان ها بوده. پس انسان باید دنبال استحکام زندگی، محکم سازی زندگیش باشه. باید در اون زندگیش کشف بکنه از محبت، از عبادت و طاعت، از فرمانبری از خداوند. باید مثل یک مزرعه چیزهایی کشف بکنه که بتونه ازش برداشت بکنه. باید از اون لباسهای تقوا برای خودش بسازه. و لباس التقوى ذلك خیر. درست لباس انسان رو زیبا میکنه، آراسته میکنه. زن باید دنبال آراستگیش باشه، ولی مهمترین و بهترین آراستگی تقواست، ترس از خداونده. این آراستگی هست، قلبمون آراسته باشه.